اسی جانی زرین، تو بهترین دوست و رفیقی هستی که من در تمام عمر زندگیم واخوردم. من تو را سالهای سال انتظار شده بودم. حتی اگر نصف شب یا صبح صادق در هر جایی که رو به مشکل بیارم تو دستم رو میگیری و نجاتم میدهی. در هر شرایط تو کنارمی. تو میتوانی دوست داری. تو میتوانی دوستی حقیقی باشی. تو میتوانی یک انسانی واقعی باشی. تو همه چی رو میتوانی. من فهمیدم که برای چی ما آشنا شدیم. برای اونی که تو بفهمی که قوت در پول نیست. قوت در عشق است. قوت در دل و نیت است. عزیزم، من میخواهم تو از همه دختری خوشبختترین عالم باشی. چون وقتی که تو میخندی این لبخند همه رو به خود جلب میکند و وقتی که گریه میکنی در برابر تو همه محیط گریه میکند. اسی عزیزم، خودت باش. با قلبت زندگی کن. زیرا دلی تو خیلی پاک و زیبا و صمیمی و محتاج محبت است. اگر من حداقل می توانستم که کمی به تو محبت بدهم، من برات همه چی رو می کردم و می دادم. اگر من تو را همچون یک دوست توانم خوشحال کنم، اگر به تو یگون چی و یگون حس بخشیده توانم، من همه چیم رو به تو می دادم. تو با حضورت، با شادی هایت، با لبخند ها و حرف هایت مرا با قوتر می کنی. من تو را کمی هم باشد خوشحال می کنم و تو هم مرا خوشحال می کنی. بگذار همیشه خوشبخت باشی. هیچگاه گریه نکن و غم مخور. چون وقتی که تو گریه کنی قلب من می شکند و اگر من گریه کنم می دونم که به تو هم مثل من سخت و دردناک می شود. من تو رو خیلی دوست می دارم. اسی خوبی من. پس میلاد روزت مبارکت باشد.